واقعا باید دشمنمون رو تحسین بکنیم. خیلی بی‌نظیره. یه دفعه جمهوری اسلامی رو مواجه میکنن با پدیده بی‌حیایی و بی‌عفتی که في خیابون. منم اولش وقتی همینجوری نگاه کردم گفتم خب مثلا شاید یه آندلوس سازیه دیگه، خود مثلا یه فساد و فحشا و اینا بیاد و دل مردم بالاخره عوض بشه، جوونا و فلان و گناه و دین و اینا. اصلا موضوع فقط فساد نیست آیون، خیلی هنره. تو به خاطر یه پدیده سیاسی کاری بکنی، یه عنصر محوری توی جامعه به نام عفت از بین بره، بی‌حیایی مد بشه. آقا تو میخوای حکومت رو بالا پایین کنی، اینا که با این 4 تا چادر و مقنعه که نمیتونن حکومت رو ظاهر کنن. میدونم نمیتونن، منتها من یه چیز دیگر رو دارم میزنم. چرا رفتی سراغ عفت؟ عفاف رسول الله میفرماد، خیلی عجیبه، اما العفاف فیتشعب منه، فرماد عفاف یه چیزیه، یه عنصریه، یه حقیقتیه که از او 9 چیز منشعب میشه. 1 الرضا. عفاف یکی از دستاوردهاش رضاست. جامعه بی عفت جامعه‌ایه که درش رضا نیست، همه از هم شاکیه، هیچکی رو قبول نداره. آقا این محصول بی عفتیه. بله پیغمبر میفرماد اینطوریه. دیگه چی؟ ولی استکانه. عفاف از بین بره، استکانت هم از بین میره، آرامش از بین میره. همین جریان شهید عداقی، خدا چی رو به ما نشون داد با این تصویر؟ چند تا دختر بی مبالات رعایت نمیکنه، چند تا هم پسر، نتیجهش چی؟ چاقو مثل کفتار، مثل گرگ طرف چاقو میزنن میکشن. چطور بچه؟ آرامش دیگه تو جامعه نیست. دیگه چی؟ والحظ. کار خیر انجام میشه، آدم اثرش رو تو جامعه کم میبینه. چرا؟ چون بی‌عفتیه، دچار بی‌عفتی شده جامعه. و راحه. عفاف راحتی میاره، خیالش راحته. الان وقتی مرد بره بیرون، جوون بره بیرون، دل مادر 1000 راه میره، دل همسر 1000 راه میره، دل خواهر 1000 راه میره. این بره برگرده الان سالمه، چشمش جای دیگه نیست. و تفقد، عفاف و پاکدامنی باشه، دلسوزی، حس همگرایی بیشتره. بل خشوع. جامعه‌ای که جامعه پاکدامنه، مجموعه و خانواده‌ای که پاکدامنه، عفیفه، خشوع درش هست، تواضع درش هست. هر کسی جایگاهی داره، بزرگتر جایگاهش معلومه، کوچکتر جایگاهش معلومه. جامعه جهانی آخرالزمان هی میره به سمت بی‌عفتی، میفرماد بزرگترها دیگه احترام ندارن، خاطر اینکه عفت از بین رفته. و تذکر. تو جامعه‌ای که عفت رخبر ببنده، یه کسی متنبه نمیشه، بهش تذکر میدی، میگه خدا، دین، پیغمبر، جسورانه برمیگرده 4 تا چیز دیگه هم میذاره روش، به تو میگه، عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. و تفکر. تو جامعه‌ای که عفت وجود نداشته باشه، دیگه